درود و عشق خدمت دوستان عزیز. امیدوارم که همواره در صلح و آرامش باشین و این ماه بسیار زیبا رو بهتون تبریک میگم. امیدوارم که بتونین از فضیلت و برکت این ماه بهره ببرین. یک کتاب بسیار فوق‌العاده‌ای هست، میخوام بهتون معرفی کنم و دانلودش کنید. دانلودش کاملا رایگان هست. کتاب روزه میتونه جون تو رو نجات بده از آقای هربرت شلت هستش. این کتاب خیلی کمکتون میکنه که شما با یه دیدگاه مثبتی بتونید روزه بگیریم و از فواید روزه گرفتن بهره ببریم. اگه دقت کرده باشین حیوانات وقتی مریض میشن لب به هیچ خوراک جویدنی نمیزنن، حتی گوشت هم میذاری جلوشون اونا مصرفش نمیکنن، فقط آب میخورن. چرا؟ چون تو اون زمان بدنشون میره تو حالت خود درمانی. بدن انسان هم دقیقاً به همین شکله. شما وقتی مریض هستین بهترین حالت اینه که بتونین روزه بگیرید، چون در طول روزه داری بدن میره تو حالت پاکسازی و تمام سلول های دارای عیب و نقص از بدن خارج میشن و سلول های جدید جایگزینش میشن و دیگه شما نیاز ندارین برای درمان بیماری هاتون از قرص و دارو استفاده کنین و بدن انسان بهترین کارخانه داروسازی هستش، به شرطی که شما به درستی بتونین باش رفتار کنین.